این را بدن. در کشورهای اروپایی، در آمریکا و اینها یک زن از یک حیوان پستر شده است. امروز میخواهند تو را هم از حیوان پستر بگردانند. آیا میدانی تو جواهر هم یک سنگ هست، سنگان داخل کوچه هم یک سنگ هست. کسی یک دونه قیمتی از جواهرات دارد، آیا طلا هم یا بالاخره از اون مرجان و از حقیق و از اینها سنگهای قیمتی، اون هم سنگ است. سنگ که داخل کوچه و بازار هم افتاده سنگ است. چگونه انسانی که سنگ حقیق را ببیند، سنگ قیمتی را ببیند برمی‌دارد؟ آیا شما انگشترهایی که حقیق دار هست، هر کدام برادرها دیدیم که اطرافش نقره‌کاری است و بعد اون انگشتر به دست می شود تا اینکه ضربه با او سنگ حقیق وارد نشود، چون سنگ قیمتی هست، اطرافش نقره گرفته شده است، اما هیچ کس سنگ کوچه را بر نداشته، برای خود انگشتری نساخته. زنهایی که در اروپا زندگی می کنند، زنهایی که در آمریکا زندگی می کنند، اون زنهای اروپایی، زنهای غرب زده، اونها تبدیل به سنگ و ریزه کوچه ها شدند. هر کس اونها را پایمال میکنه، هیچ کس توجهی نداره. خواهر برای تو میگویم، امروز تو حقیقی، امروز تو طلایی، امروز تو به منزله یک سنگ قیمتی. اطراف تو را شریعت طلاکاری و نقره‌کاری کرده، گفته وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. متوجه باش خواهر، امروز تو را به دبش بیرون کردن، امروز تو را به ورزش بیرون کردن، امروز تو را به خیابانها ریختندن، امروز تو را به دکانها نشاندن، امروز تو را به کوچه و بازار بیرون کردن. فردا تبدیل میشی مانند ریگه های کوچه، هر کس تو را پایمال میکنه و بی ارزش میشوی. این را برای تو میگویم خواهر مسلمان.